علی کریمی یه پاس در عمق میندازه موقع مهرزاد معدنچی و توپی که دروازه میگیره. حالا بعد دروازه باز بشه. جواد کاظمیان در سمت چپ نیک بخت توپو در اختیار داره، یک تا میکنه خود نیک بخت حرکتی رو آغاز کرده، توپو جلو میبره. علیرضا وایدی نیک بخت وارد محوطه جریمه هم میشه، اطرافش نگاه میکنه با پشت پا. مهرزاد معدنچی استارت خوب روی دروازه و بازیکن ایران توپو در اختیار داره، میبرن به سمت راست. اونجا کاظمیان حرکتی رو آغاز کرده، جواد کاظمیان یه پاس رو به عقب میندازه. حسین کعبی سانت روی دروازه انجام میشه که انجام میده، پاس در عرض رو میندازه و یارشون 16 کارلوس هرناندز کاستاریکا دعوت شده. حرکت از سمت چپ از نیک بخت سانتش انجام میده روی دروازه، موقع سامره تو برگشت داده میشه. حالا ایمان کعبی تو به عالی برای علی سامره، موقع سامره هست برام میزنه و والتر سنتنو بازیکن شما 10 پشت قرار گرفته، حرکت میکنه، زبر هم میزنه، خوب هم میزنه که توپش از کنار بازی گذشته هنوز توپی از خط دروازه عبور نکرده. توپ روی دروازه فرستاده میشه. یه موقع اونجا یه بازیکن تعادلش به هم میکنه، موقع عالی برای بازیکن ما جلال حسین. روی دروازه کوتاه هست، پرتاب بازیکن ایران. خود معدنچی میندازه به ایمان مبعلی با پای چپ توپ سانگوی دروازه. سانت عالی این موقعیت. دقیقه باقی مانده چگونه کار خواهد کرد. شجاعی تک زب میندازه برای علی کریمی. حالا حرکت خوب از علی کریمی، یه پاس میندازه موقع برای بازیکن ما ایمان مبعلی در میان میدان. حرکت آغاز میکنه، توپ او رو هم میگیرند. کریمی روی توپ اثر میذاره. خود علی کریمی یه پاس در عمق میندازه، پاس عالی موقع بازیکن ما میلاد میداوی تو سر توپ میزنه. حالا با پای چپ توپش به تیر دروازه برخورد میکنه. توپ سمت راست برای دروازه فرستاده بشه. سانت انجام میشه روی دروازه.